خدا درود، موگویی هستم. دوستان، یک انیمیشن سیکل تبدیل تراکمی داریم. همونطور که قبلا گفتیم سیکل تبدیل تراکمی داره 4 تا عضو اصلی هستش که هر کدوم وظیفه انجام کاری رو بر عهده دارن. یک کمپرسور ما یا متراکم کننده ما، دو کندانسور یا تخدیر کننده ما، سه کنترل کننده مایع مورد که میتونه لوله مویی یا شیر انبساط باشه، 4 اواپراتور یا تبخیر کننده ما. توی این انیمیشن نقطه پرفشار، کم فشار، نقطه‌ای که مورد ما به صورت مایع یا همون سابکول یا بخار داغ یا سوپرهیت است مشخص شده. مورد ما قبل از لوله مویین ما همونطور که میبینید به صورت مایع هستش. وارد لوله مویین میشه، خروجی لوله مویین فشار ما کاهش پیدا میکنه، به علت کاهش فشار دمای ما هم پایین میاد. در سیستم‌های طبیعی مطبوع کولر گازی دمای مورد مداخل اواپراتوری چیزی حدود 5 درجه سانتیگراد هستش. به علت پایین‌تر بودن دمای مورد ما نسبت به محیطی که اواپراتور تو اون قرار گرفته، گرمای محیط جذب و مورد ما تبخیر میشه و همین نقطه‌ای که میبینید به صورت کامل بخار شده و سوپرهیت اتفاق میفته. دمای مورد ما تو این نقطه یه چیزی حدود 10 درجه سانتیگراد هستش. مورد یا همون بخار ما توسط کمپرسور جذب میشه، مکش میشه و تراکم و اختلاف فشار ایجاد میشه و مورد به صورت سمت لوله رانش حرکت و خارج میشه و به سمت کندانسور میره. به علت بالاتر بودن دمای مورد ما نسبت به محیطی که کندانسور تو اون قرار گرفته، باعث دفع گرمای مورد و تخدیر شدن اون میشه و انتهای کندانسور ما مورد به صورت کامل مایع و سابکول اتفاق افتاده و مجددا سیکل تکرار میشه. دوستان، اگر از این آموزش ما خوشتون اومده حتما لایک کنید، اونو واسه دوستاتون ارسال کنید و ما رو از انتقاد و پیشنهادات خودتون بی بهره نذارید. ممنون میشم ازتون. بدرود، انشالله که همیشه موفق باشید.